تا حالا شده بچه‌تون اونقدر غرق تماشای گوشی یا تبلت بشه که انگار هیچ چیز دیگه‌ای براش مهم نیست؟ یا مثلا وقتی موبایل رو ازش میگیرین عصبانی و بیقرار بشه؟ اگه این صحنه‌ها برات آشناست، حتما این ویدیو رو تا آخر ببین، چون قراره درباره یکی از مهمترین موضوعات تربیت امروزی حرف بزنیم: تاثیر موبایل و صفحه نمایش روی مغز کودک. برای اینکه بدونیم موبایل چه کار میکنه، اول باید بفهمیم مغز بچه‌ها چجوری رشد میکنه. مغز کودک از بدو تولد مثل یه زمین خالیه، آماده ساختن. هر تجربه‌ای، هر لمس، نگاه، صدا و بازی یه آجره که به ساخته شدن مغز او کمک میکنه. رابطه با آدم‌های واقعی، مخصوصاً والدین، برای مغز کودک حیاتیه. این رابطه ها هستن که بخش‌های مهم مغز مثل کنترل احساسات، توجه، زبان و مهارت‌های اجتماعی رو میسازن. حالا اگه به جای ارتباط انسانی مغز کودک بیشتر با صفحه نمایش درگیر باشه، چه اتفاقی میفته؟ مطالعات نشون میدن که استفاده بیش از حد از موبایل میتونه رشد نواحی خاصی از مغز کودک رو مختل کنه. مثلا بخش‌هایی که مربوط به تمرکز، کنترل هیجان، زبان و خواب هستن آسیب میبینن. وقتی بچه ساعتها ویدیوهای رنگارنگ و سریع میبینه، مغزش به تحریک شدید عادت میکنه. در نتیجه اسباب بازی‌های ساده یا کتاب حوصله‌اش رو سر میبرن. دائم به دنبال هیجان بیشتره و نمیتونه مدت طولانی روی چیزی تمرکز کنه. بچه‌ای که زیاد از موبایل استفاده میکنه ممکنه زود عصبانی بشه، خوابش به هم بریزه، بیقرار بشه یا حتی به حرف گوش نده. خیلی وقتا والدین میگن بچه‌م فقط با موبایل آروم میگیره، ولی این آرامش نیست، بلکه نوعی بی‌حسی ذهنیه. تحقیقات نشون دادن بچه‌هایی که زیاد در معرض صفحه نمایش بودن بیشتر دچار تأخیر زبانی، اضطراب، پرخاشگری یا مشکلات تمرکز میشن. این مشکلات ممکنه تا سالها همراه کودک بمونه، چون مغز در سالهای اول زندگی خیلی انعطاف پذیره و تغییرات عمیقی توی ساختارش ایجاد میشه. عملکرد موبایل و اپلیکیشن ها طوری هست که میتونن مغز رو به خودشون وابسته کنن. صداهای تند، نور زیاد، رنگ‌های شاد، پاداش‌های سریع، همه این موارد مغز کودک رو درگیر نگه می‌دارن. مغز کودک با تجربه این چیزها دوپامین ترشح میکنه، همون ماده‌ای که حس لذت رو ایجاد میکنه. هر باری که ویدیو میبینه یا بازی میکنه، مغزش شرطی میشه که برای سرگرمی فقط دنبال همون نوع تحریک باشه. به همین خاطر وقتی موبایل رو ازش میگیرید بیقرار میشه، چون مغزش رو از اون منبع لذت محروم میکنید. تکنولوژی میتونه ابزار مفیدی باشه، به شرطی که کنترل شده و هوشمندانه استفاده بشه. برای بچه‌های زیر 2 سال توصیه اینه که اصلاً صفحه نمایش نداشته باشن، حتی در پس زمینه. برای بچه‌های بزرگتر زمان استفاده باید محدود باشه، با محتوای مناسب و همراهی والدین. یعنی بچه تنها و رها شده با گوشی موبایل نباشه. مهمتر از همه اینه که موبایل جایگزین بازی، قصه گویی، تعامل چهره به چهره و تجربه‌های واقعی نشه. حالا چطور وابستگی رو کم کنیم؟ اول از همه باید خودمون الگوی خوبی باشیم. اگه دائم گوشی موبایل دستمونه، نمیتونیم از بچه‌مون انتظار داشته باشیم بدون اون زندگی کنه. به جای دستور دادن یک طرفه، باهاش صحبت کنید و با هم قوانینی برای استفاده از گوشی بچینید. مثلا 1 ساعت بعد از انجام تکالیف. اگر در تصمیم گیری شریکش کنید، بیشتر پایبند میمونه. دلایل پشت استفادهش رو بشناسین. ببینین چرا انقدر به گوشی علاقه داره. دنبال بازیه، ویدیو میبینه، چت میکنه. وقتی دلیلش رو بفهمین، راحت‌تر میتونین براش جایگزین یا چارچوب مناسب تعیین کنین. به جای اینکه موبایل رو دشمن بدونین، سعی کنین استفاده‌های مفید ازش رو هم بهش یاد بدین. آموزش مهارت، دیدن مستند، یادگیری زبان و موارد بسیاری که تکنولوژی فراهم میکنه. زمانهایی رو برای خانواده بدون موبایل اختصاص بدیم. مثلا موقع غذا خوردن یا قبل از خواب. بازی‌های ساده فکری، قصه خوانی، نقاشی، شنبازی یا آشپزی‌های کوچیک جایگزین‌های فوق‌العاده‌ای هستند. و حتما با صبر، نه با تنبیه و محرومیت شدید کمکش کنیم از دنیای مجازی فاصله بگیره. ترک یا کنترل یک عادت زمان بره. برخورد تند و ناگهانی میتونه نتیجه معکوس داشته باشه.
موبایل ابزار خوبیه، اما اگه بذاریم زندگی کودک رو شکل بده ممکنه بهای سنگینی پرداخت کنیم. بیاییم با آگاهی، عشق و انتخاب‌های درست به مغز در حال رشد بچه‌هامون کمک کنیم که سالم، خلاق و شاد رشد کنه. اگه این ویدیو برای شما مفید بود، ویدیوهای دیگر ما رو هم ببینید و برای حمایت از ما کانال زرافه جادویی رو سابسکرایب کنید.